این آسفالت نیست پسرم، این خاکه. ای بابا تو دیگه چی میخوای؟ اومدی فخر بفروشی؟ خب تو ترمز سه چرخ نداری، پس اول باید سرعت بگیری و بعدم ترمز کنی و بعد بدون گاز ماشین رو هدایت کنی. زیادی گاز بدی منحرف میشین میری قاطی باقالی ها. پس تو هم قاضی هم دکتر هم متخصص مسابقه ای. هزار ساده تر بگم، اگه با سرعت کافی بگیری سمت چپ خواهی دید که به راست میپیچی. چی کار میکردی که خاکی شدی جوون؟ داشتم تمرین میکردم. لابد تو کبیر شما اینم جرمه. آره گوش کن ببین چی میگم. اگه میخوای تو کارت موفق بشی باید یه تکنیک مهم بلد باشی تا بتونی به موقع ازش استفاده کنی. میشه بفرمایید اون یه تکنیک مهمتون چیه؟ فریب تو سرعت. اگه بخوای به سمت چپ بری بدنت باید به سمت راست اینجا آسفالت نیست تربچه، آشغاله. جون من راست میگی پیری، واسه ما فرقی نمیکنه. سیستم ترمزای تو جدیدن، سر پیچای اینجوری کم میارن. تو بی خودی فقط هی گاز میدی. رانندگی فقط سرعت نیست، دقت از سرعت مهمتره. خب پس تو هم قاضی هم دکتر هم متخصص خودرو. ساده تر بگم، اگه به موقع بپیچی به چپ میبینی که پیچیدی به راست.